در وقت جان دادن این کسی بود که یک عمر دراز با خدا در جنگ بود. استالین. کمونیست ها سابق در افغانستان بودن، در زمانی که روس در افغانستان آمد کمونیست های زیادی آمدن. یعنی اونا خدا باور هستن، خدا را قبول ندارن، آتئیست ها هستن، خدا قبول ندارن. زنش میگه در وقتی که این در وقت جان دادن بود، من بالای سر استالین رفتم، در همون وقت این نام الله را میگرفت. وقتی که درد فشارش میارد الله الله میگفت به زبان خودشان. میگه از پیشش پرسان کردم تو یک عمر دراز با خدا در جنگ نبودی؟ میلیون ها نفر کافر نکردی تو؟ با کتاب های خودت، با سخنرانی های خودت میگفتی خدای وجود نداره، نام الله رو میگیری تو؟ گفت من نمیفهم. وقتی که درد به من فشار میاره اینمی کلام به زبان ما جاری میشه. وقتی که این نام به زبان ما جاری میشه میبینی